سلام به چنل هالوپینو، خیلی خوش اومدید. آقا امروز قراره که ما توی چند پارت به چند تا کشور یه جورایی سفر کنیم. چجوری؟ اونم با غذای کشورهای مختلف. علی آقا علی آقا ولی اینجوری نیست که مثلا ما پاشیم بریم یه رستوران مثلا هندی غذای هندو سفارش بدیم بخوریم. اینجوری نیست، به این راحتی ها نیست. میبینیم، به همه توضیح میدم، به بچه‌ها تا حدودی یه مقدار توضیح میدم، به شما هم کامل سر جاش توضیح میدم، به بچه‌ها همینطور. بریم ببینیم چی میشه دیگه. آقا کامنت سابقتون نره، دمتون گرم. انزیر میذاریم. چیو؟ اینجوری چیو میذارم من نمیفهمم. زنگوله منگوله. با گردونه اینا ببینید. آره گردونه دانلود کردیم. حالا من اینو رکورد دارم میکنم میذارم براتون هر که به کی افتاده داشتی؟ حالا چه جوریه آقا؟ آقا؟ اول از همه اسم یکی از ما 4 نفر به عنوان آشپز انتخاب میشه. بعد یه گردونه دیگه هم داریم تو همین اپلیکیشنمون که کشورهای مختلف. بچه‌ها 9 تا کشور داریم. خب هند، چین، کره، ژاپن، مکزیک، ایتالیا، آمریکا، سلام عربی، غذاهای عربی، بعد ترکیه. این 9 تا کشور که کشور دیگه نه، آفریقا. نه آفریقا نداریم. آفریقا رو نداریم. این 9 تا کشور قسمتت نیست. خب حالا مثلا میفته مثلا علیرضا با فلان کشور. بریم آقا برای گردونه. من از الان میگم آشپزی بلد نمیدونم بیفته. علی املت درست میکنه با آب براتون. علی املتی داره. آقا سابقه آشپزی تو بگو. فقط املت. روبو میزنیم بعد نه اونجوری که درست کردی. همین کارو کردم. گوش بدید میرسید. روبو که میزنیم بعد تخمو میزنیم دوباره روبو بهش اضافه میکنیم. بابا 8 بار روب میزنیم. نیمروی دلار روبی. دلار روبی. آقا بریم برای گردونه. برو بریم. من حالا اینوری میگیرم بازم جواب میاره رو. جواب رو میاره. این بالا مینویسه. خب پس من اینو بگیرم اینجا. وای حاجی خدا کنه من بیفتم. وای نه ناراضی؟ نه اگه ناراضی نیستم من. نه بابا آقا سجاد افتاد. سجاد. خدا. خب دوستش من بیفتم. منم خیلی دوست داشتم بیفتم. خیلی دوست ان شاءالله داشتم. پارسال بعدی. آقا گردونه رو الان میخوام بزنیم ببینیم تو چه کشوری من میخوام. تو چی کاره حسنی؟ تو چی کاره داداش؟ ما باید حرف بزنیم داداش. قد اونو قد کن ببینم چی میگه این. آقا الان این 9 تا کشور بخوام توضیح دادم دیگه. گردونه شانس آقا. آره یکیش باید بیفته به آقا سجاد. امیدوارم هندی، ژاپنی. دست من خوبه داداش. اذیت شده. دست من خوبه. آمریکا. آمریکا براش افتاد بچه‌ای عزیز. فست فود دیگه. تو بستنیت هم خوش شانس بودی. پیاز رو نشون بده. داداشی فقط یه پیاز افتاد به منو چی میگی؟ بچه‌ها بازم میذارم حالا اینجا هم ببینید. اگه ندید اینجا میذاری پارت یکو ببین. اینجا این ور یا اون ور. اینجا نمیذارن که. بچه‌های فارسی اون ور، بچه‌های انگلیسی. اگه فلوراید خوردن منو ندیدید اینجا میتونید ببینید. سلام دادیم آقا، سلام دادیم. بازم میدیم آقا، ما بازم مجددی نداریم آقا. سلام سلامتی میاره. برای ما 1 ساعت گذاشته، برای اینا 5 ثانیه. الان اومدیم تو آشپزخونه. آقا سجاد قراره بهمون غذای آمریکایی بده. حالا غذاهای آمریکایی چیه؟ امریکن فود. خب ببند دیگه. چی میگی؟ امریکن فود یعنی چی داشتن سجاد؟ غذاهای آمریکا. داداش تو فارسی نمیتونی صحبت کنی. آقا سجاد امریکن ویو. آقا اومدیم آقا سجاد برای ما غذا آمریکایی درست کنه. 4 تا آیتم داری شما، یکیشو میتونی انتخاب کنی. 1 مکن چیز. 2 چی بود اون؟ کرکس گله. کراکر جک یا اون یکی کورن داگ. کورن داگ. کرکر جک. کرکر جک. دونات و مرغ سوخاری. 4 تا آیتم داره. کدوم انتخاب می‌کنی؟ چی کرد؟ مرغ سوخاری. مرغ سوخاری سوخاری. انتخاب کردی. مرغ سوخاری. آقا بریم برای مرغ سوخاری. خب آقا ما آماده ایم. آقا سجاده گل جون آجی پیشبند بدم بهت. داریم؟ آره داریم که بابا. بگیریم. برو بریم. آقا سجاد شما برای اینکه چی گفت انتخابش چی بود؟ سوخاری. چیکن. مرغ سوخاری. بله. مرغ سوخاری.
برای اینکه مرغ سوخاری درست کنی باید یه آیتمایی بخری دیگه، درسته؟ بله. شما الان 200,000 تومان بیشتر پول نداری. خوبه میشه خرید. میشه خرید. با 200,000 تومان نه، میشه حالا- مرغ خرید، آرد خرید، روغن هم باید بخره. 100%. باز شما 3 تا سوال داری. درست. هر کدوم 100,000 تومان میارزه. تمامه. اگه درست جواب بدی. یعنی میشه به عبارتی 500,000 تومان. آقا سجاد چند نماینده در سنای آمریکا وجود دارد؟ 1 120 2 150 3 100 300. درسته. درست گفتم بابا بیا. آقا مثبت 100,000 100 تومان. تومان. 300 300 تومان. تومان. بعدی شما بگو. 2. آقا سجاد گل اولین رئیس جمهور آمریکا که استفاده که بود؟ 1. آبراهام لینکلن. 2. ریچارد نیکسون. 3. هربرت هوور. 2. 1. ریچارد نیکسون. کارکت، درسته. بابا باری کلا. تایم تمام شده من بود. هوشم. به نظرم تایم من تمام میگم شده. تایم تمام من شده. هوش. نه. آقا کدام ایالت با مکزیک مرز زمینی داره؟ فلوریدا، آریزونا، نودا. نودا. غلطه. آریزونا. آریزونا بود. آریزونا بود. داش با 400 تومان یه چی میدم عشق کنید. یه چی میدم. حالا این پول آقا من میگم تایم. قبلی هم خیلی طول کشید. آره منم میگم 300 خیلی. تومن. 300 که تومن. داره نوبت شما میشم. میشه آقا میشه نوبت شما عدالت رو میشم. برقرار من که کنی. قانم میدونی. خب آقا این از چالش اول که آقا شما چقدر شد بودجه؟ 300 تومن. 300. چالش با اول- این که درست جواب دادم ولی باز میگن 300 تومان. خب آقا سجاد جون. خیلی مخلصیم. امیدوارم که موفق باشی داداش. من مثل بقیه بخیل نیستم. دمشون گرم. حالا من قراره 10 تا سوال ازت بپرسم. شما بالانس تایمیت 0 برادر من. شما الان وقت داری که تحقیق کنی راجع به چی؟ غذا که میخوام درست کنم. آفرین. پس تقریباً بالانس تایمیت بلدم. 0. تقریباً. به ازای هر سوالی که درست جواب بدی 10 ثانیه اضافه میشه برای تایم برای تایم آموزشت. کردم. آفرین. حالا امیدوارم که موفق باشی. شرطم دیگه. بابا. پس ماکسیموم میشه چند ثانیه؟ 100 100 ثانیه. ثانیه. آقا سجاد سوال اول. چه سندی در سال 1776 میلادی استقلال آمریکا را اعلام کرد؟ گزینه اول بیل آف رایتس. داش تو من چی دیدی؟ گزینه دوم نه من Declaration of Independence. شما اگه زبانت خوب باشه میتونی با یک کلمه دونستن جواب این سوالو بدی. 2. گزینه دو چی بود؟ Declaration of Independence. درسته. کاملا درسته. به نظر من که شانسی بود ولی خب 10 ثانیه چی رو بگم مگه من داری. گوگلم برو 10 سوال ثانیه. دوم. خب. در آمریکا چند قوه وجود داره؟ 2 یا 3؟ 3. 3 درسته. میتونی اسم قوه‌هاشو بگی؟ مقننه مجریه داشت ولش کن برو. دو تاشو درست گفت. شاید باور نه نشه. بابا. قوه مقننه، مجریه و قضاییه. تو ایران هم داریم دیگه اینا. ایالت آلاسکا از نظر مساحت چه جایگاهی داره؟ بزرگترینه یا کوچکترین؟ بزرگترینه. درسته. تا الان 30 شد 30 ثانیه. سوال 4 آقا سجاد. کدام شهر به نام سیب بزرگ معروف است؟ لس آنجلس یا نیویورک سیتی؟ لس آنجلس، نیویورک سیتی، لس آنجلس. غلطه. ای بابا. نیویورک سیتی. 10 ثانیه کم نمیشه. یعنی تا همون 30 ثانیه. سوال بعدی. در پرچم آمریکا چند ستاره وجود داره؟ 52 ستاره. 50 یا 52؟ 52 ستاره. به باز تعداد هم اشتباهه. 50 ستاره. تعداد ایالاتش بودش دیگه. سوال بعد. واحد پول رسمی آمریکا چیست؟ دلار یا پوند؟ دلار. دلار. کاملا درست زدی. ایالت تگزاس در کدام بخش قرار دارد؟ جنوبی یا شمالی؟ جنوبی. درسته. 5 تا. 50 ثانیه. رئیس جمهور اول آمریکا چه کسی بود؟ جورج واشنگتن یا آبراهام لینکلن؟ جورج واشنگتن. درسته. جورج 6 تا. واشنگتن. یک پرچم تعداد. آمریکا چند رنگ دارد؟ 2 رنگ یا 3 رنگ؟ 3 رنگ. 3 رنگ. بازم درسته. 70 ثانیه. و سوال آخر آقا سجاد. پایتخت آمریکا کجاست؟ واشنگتن دی سی یا نیویورک سیتی؟ واشنگتن دی سی. کاملا درسته بچه. 80 ثانیه. 80 ثانیه. بچه آقا سجاد تونست به 8 تا سوال درست جواب بده در اوج ناباوری. ولی داداش بهت تبریک میگم. 80 ثانیه وقت داری که سرچ سرچ کنی. کنم. آقا سجاد عزیز 80 بله. ثانیه وقت داره. 80 سوال درست جواب داد. 80 ثانیه وقت داره که تو گوشیت هر جا که دوست داره سرچ کنه، مرغ سوخاری و تازه تهیه‌اش رو درست کنه. آقا سجاد نوشت برامون اینا رو باید بریم تهیه کنیم بیاریم درست کنن. مرغ، ماست یا شیر، تخم مرغ، آرد، پودر سیر، فلفل، نمک، روغن، مارینت نه، این کردن، دیگه مراحلشه. آماده کردن، پوشش، 2 بار. 2 بار سرخ.
سرخ کردم. بریم ببینیم، بریم بخریم بیایم باهاتونیم. بریم بخریم بیایم. رفتیم خرید کردیم اومدیم ببینیم با چیا بودجه‌ای خریدیم. که داشتیم با بودجه‌ای دیگه. که داشتیم 300,000 تومان. 20 تومن. 300 5 شماله اشکال نداره، بچه خوبی بود. و حماقتتون هم بگید که چی شد؟ حماقت چی؟ که رسید نگرفتیم. بله رسید. آره رسید نگرفتیم نشون بدیم ولی همون 300 تومان. بابا یارو گذاشت بر روغن. پودر سفاری. بعدی آرد. بله مرغ. شیر و گوسفند پرچربه. خب اینا بیفته خراب میشه دیگه. و عدویه. خب خواهرای گلم، اولین کاری که شما توی آشپزی باید انجام بدید شستن. آقای سامان گلیز عزیز خوب هستین؟ باید اولین کاری که میکنیم سجاد گلریز شستن دست هست. ان نظافت من الان دست تو بینید بوده. خب دوستان تایمو بگیرید که ما بریم. تایمو بگیرید 30 دقیقه رو بزنید که آقا منو روشن کنید. ظرفات توی تایمش شد یا بعد؟ بابا من میشورم اون کاری نداره. توی تایمشه. آقا شما 30 دقیقه وقت داری؟ آقا خب نداره من باید بفهم. آقا ما اومدیم. ببین الان ما اینجا یه سری سوالا داریم صحیح که در حین کار من ازت میپرسم. خب هر یه سوالی که جواب بدی یه امتیاز مثبت میگیری. بله هر یه فکتی، یعنی فکتن سوال نیستن که به جوابش بله برسی. آره باید بگی درسته یا نه. بله خیر. اوکی. غلط بگی منفی 1 میشی. درسته. در مجموع ما این مثبت و منفی ها رو حساب میکنیم. خب یه لیستی آماده کردم. اگه مثبت 1 بشیم مثلا یه فلان پوان میگیری میشه، در فلان. انتها. آها. مثلا تا مثبت 5 هست تا منفی 5. اگه تا مثبت 5 بری هر کدوم از اون 5 تا رو خواستی میتونی استفاده کنی. آره. برو بریم. شاید یه سوالی اتفاق بیفته. اگه صفر باشه چی میشه؟ آقا همین 0 باشه هیچ هیچ اتفاقی هیچ نمیفته. اتفاقی نمیفته. آقا شما شروع بگو من دیگه برم تو کارش. منفی هم جریمه داره. ایو. منفی هم جریمه. ولی منفی رو تو نمیتونی انتخاب کنی. هر چی بودش هر همون چی دیگه بود باید دیگه برم. همون. بابا برو بریم. بابا برو بریم. من دستام از 30 قبل دقیقه. شستم ها. دستا تمیز مرتب. خب بریم آقا. شما برو. فکتمون هم راجع به کشوری که امروز موضوعمونه. کشور آمریکا یک کشور مستقل است که عمدتاً در آمریکای شمالی واقع شده است. درست. درسته بله. یه مثبت. خب دوستان عزیز شما سی رو که چیز آقا کردی سجاد به کشور این- آمریکا کدوم ظرف رو اضافه کنی؟ متشکل از 51 ایالت می باشد. اشتباهه چند ایالته؟ دیگه من درست نه، میخوام بدونم. سی رو که آقا ریزی سجاد. بعد شیر رو میریزی. کشور آمریکا سیر و شیر باید حواست مجموعاً باشه. دارای مساحتی معادل 9.8 میلیون متر اون که مربع قطعا است. اشتباهه. اشتباهه. نه. درسته. خواهر گلم شیر رو تو سیر ریختی. آقا سجاد. 23 درصد از جمعیت کشور آمریکا رو صدا جمعیت آمریکا رو کاتولیکا تشکیل میدن. درست. درسته؟ میام مهندسی مخصوص کنم نمیشه. جون قاضی ارشد کشور آمریکا، قاضی ارشد قاضی ارشد رئیس قوه قضاییه، آقای جان رابرتس است. اشتباهه. درسته. کد ایزو 3166 کشور آمریکا. بله. اینو بگو چیه؟ داشت شما باید بگی من با آره نگاه نباید بگم. خب باشه. کد ایزو 3166 آمریکا USA است. نه. است. نه چیه؟ من نمیدونم چی نیست. US. درست گفتم یا؟ بله. به USA نیست. صحیح. خب تایم چقدر داره؟ حداقل تو تایم می‌خوای من اذیتش کنم یه ذره حداقل. دوستان عزیز بابا اینجوری دیگه نمیشه دیگه. خب ما یه ظرف دیگه میخوام برای تخم مرغ. برای تخم مرغ. تخمو نگیره. 2 تا دونه نه متاسفانه. داریم؟ شانس آوردی داریم ولی از تایمش کم می‌کنیم. بابا به ازای هر یک تخم مرغ 2 دقیقه کم میشه. نه چرا؟ بابا زود باش خب الان نه بیار. باید می‌خریدی. ای خب وقتی نبوده تو بیار باش. 4 دقیقه. الان چقدر تایم داره؟ 24 بیار نشون بده. بیار زود دیگه داش 24 الان از تایم من داری میگیری. استوب کرده. استوب نکرده. بیار 22. 22 بیار 22. آره 22 برو بریم. 2 نه تا وایسا تا اون بیاره. داش من تایمم رفت. همه رو 21 هستی. عجب
شما تخم مرغ و یومورتا رو اینجوری هم میزنید. آها. آقا سجاد شما بله. الان 2 امتیاز داری. یک این باید بود بری. که 30 ثانیه تایم آموزشش بیشتر بشه. خب سوال دوم. مثبت 2 اینه که آپشن 5 دقیقه به کل تایمش اضافه بله دیگه گزینه مجبوری دیگه گزینه 5 دقیقه اضافه میشه. خب بذار تایمش که تموم شد 5 دقیقه اضافه میدیم. چه بوی بدی اومد گفت. این چی بود؟ زردچوبه بود، فلفل بود و نمک و آرد. 100 الی 500 گرم آرد ما ریختیم. نمک زدیم تو. نمک هم زدیم. من ترجیح میدم از غذای آماده بخورم. ببین اصلا اوف. مرغ و اینجا برمیداری میکنی تو این. بعد آقا یه چیزی شما یادت رفت. میدونم یه ظرف برای پودر سوخاری ما میخوایم الان. آموزی بردار. خب تایم باقی مونده. چند دقیقه مونده؟ 18 دقیقه و 16. اوه زیادمه. بیا برو اونور آقا. آرده زیاد نیست. نه شما برو اونور. 5 دقیقه هم اضافه تر. شما تشریف ببر دیگه کلا. یه ظرف دیگه رو آقا سجاد هی داری ظرفشستنتو بیشتر میکنی نه، ها. وقتت سریع. کمه ها. سریع ببین جنگی اینو شما باز میکنین. پودر سوخاری به مقدار 50 الی 500 گرم پودر سوخاری. 50 الی 500 یه گرم. بازه دیگه شما. دوستان عزیز شما الان میایم بیاید برای سرخ کردن. بیاید بریم اون بریم بچه‌ها بریم. بریم آقا من از همین تریبون اعلام میکنم قشنگ اینجا. آقا سجاد هم کتف گرفته این همه رو خداش میخوام. بگی داشت گرفتم سوخاریه دیگه. داشت سرخ. آقا رژیمیم ما همه من سجاد علیرضا ماها رژیم حالا وحید رعایت نمیکنه ماها رژیمیم داشت شما به من زودتر نگاه. میگفتی. آقا من یه چیزی بگم و بعد دیگه تریبون رو تقدیم بچه‌ها کنم. شما مرغت کتف و بالت شاید بپزه رونت نمیپزه. من تایم بندیم درست. 12 دقیقه وقت بیشتر نداره. چرا 5 دقیقه هم آخر سر داره؟ حالا 5 دقیقه هم روش 17 دقیقه. جلو گازو نگیری حالا. خیلی اعتماد به نفس داری ولی. قربونت برم. دوستان این جبران میشن تو تایم آخ کلا. داریم هر کاری میکنیم. بچه‌ها نذاش روغن داغش اینجا رو ببینید. از الان نمره 10 گرفت آقا سجاد. کلاس شنا گذاشته. حاجی من که 11 میدم. حاجی من اگه سوخاری‌ها اینجوری بیرون درست میشه دیگه نمیخورم سوخاری. مرغ داره از هم باز میشه. شما اینو آقا سجاد جون. بهداشتی نیست این کار به نظر. حاجی من میلم نمیاد اینو بخورم. فکر کردی بیرون چجوری درست میکنن؟ مطمئنم اونا همش فیلمه، همش الکی. بیرون حداقل دستکش داره. اصلش داشت من دستمو شستم. حاجی یوتیوب چقدر بال علی دوباره بیا این ور. من دستمو خیلی شستم. باحاله. بعد به من بابا، میگه یه گاز از این بخوری میمیری. ببین این مگه نباید همه جاش چیز بشه اینجاهاش لخته. نه این به خاطر قرار امتیاز بالایی بهت بدید. آمریکاییاش اینجوری درست میکنن. آها. بعضیش باید مزه ما بدی. آمریکایی بهت نمره کلت میدیم. به این آره هونه ما نخور. آمریکایی یک از 10. چیه این حاجی حالم بد شد. 11 دقیقه. بعد میاد دوباره تو یعنی یه رو این یه رو مولد داره یه رو بیشتر مولد نداره. او نماقت باز ریخت. داشت تخم مرغ این. من که جواب نمیخوره خوب افتاده باشه. آه شما بیرون میگیری آیا جز حاجی اینه؟ الان روغن باور کن سرازیر میشه. نه نه نمیشه. نمیشه. حاجی آتیش میگیریم. نه بابا نمیشه. اه. ما بریم سراغ ظرفشوری. ببین بذار تموم شه ببینم. الان میخوای بری ظرفا رو بشوری؟ برم ظرفا رو بشورم تو به تایمم. نظرت چقدر تایم مونده؟ برو من نریز اینجا. 11 دقیقه مونده. همه کارامو کردم فقط دارم ظرفا رو میشورم. خب شما یه دونه از اینا برمی‌دارید. درست کردن کم نیست. دیگه باید مدیریت کنه. الان بهترین تایمی برای ظرف شدن. سجاد جاروی خونه‌ام با کسی که آشپزه ها. امروز کارهای این خونه با آشپز این خونه. چش. آقا من تایمر لباس داری می‌ذارم من اینجا. بشورم؟ چی؟ لباس داری بشورم؟ لباسا رو میشونید لباسشو. بعد این دریاچه‌ای که درست کردی. نه منم چیه؟ درست میکنم. خب آبچکن کجا؟ اینجا. آبچکون اینه. اینو بزنید بعدش تا شما. برو بذار سر جاش. بابا علی تو خیلی گاوی فلفل اینها. جلوش وایسادی خب. من اینجا وایسادم که این نبینه. اینم فلفل دیگه بیا. آقا منم چرا میریزم نه، نه
علی بیا این خونه بگیر، علی بیا این خونه بگیر. چاتو آقا این خونو کی باید الان جوابگو باشه؟ آقای مرغ فروش. ببخشید کی باید پاک کنه؟ کی باید بشوره؟ باز که تمیز شد دیگه. کی مرغو باید بشوره پاک کنه؟ پاک نکرده گرفتی آقا سجاد؟ چی؟ پاک نکرده نه بابا پوستش هم اتفاقا گرفت. چی بود؟ واسه پشه بود. پشه بود. اینا همه جبران میشه باشه بشه. میشه ها. وای واجی من میترسم. اینا همش داره جبران میشه ها. من به این حرف میزنه. صحبت میکنه زنده است. نظر مرغ. دوستان اینجا رو بگیر شما. صداشو بگیرم. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزيت. مرسی. یه خون میده باشی. خدایی ببینم. یه ذره دست بزن بخور. نه ذره دست بزن. نه. خب آقا شما اینجا رو بگیر. سینک تمیز آماده تقدیم. خیر نه اینا ساید کثیفه. راست مونده. این با من نیست. این کی آب خورد تو آقا این؟ وحید. کی آب خورد تو این؟ این با من. آقا ساید راست مونده یعنی چی؟ خب به نظر این بالش چیز بدی نمیاد. آقا بذار اینا بذار تش. آقا گارنیش نمره داره دیگه. تزیین غذا نمره داره. گارنیش چی میده؟ تزیین. تزیینش اینا. نه سس گرفتم. تزیینشون خونه. سس مرغ تو خونی. ما اومدیم برای که غذا آقا سجاد تموم شد. ای رضا اون دستماله رو بردار. بچه‌ها چرا کجو کوله؟ زامبی درست که به جای هالووین درست کرده برامون. بده من اینجوری نمیشه بده من. تمیزش هم صفایی شده است. قطعا پخته بچه‌ها. روغن رو نگاه کنید بچه‌ها، روغن نه، رو رو نگاه تخته، کنید. رو تخته روغن رو بزنید. نگاه کنید. وای حاجی خون رو نگاه اینجا. بابا اون دیگه تقصیر مرغ فروشیه. میخورم. بچه‌ها اینم ورژن آمریکایی آسفالت. آقا حالا چرا بالو نشون نمیدی؟ بال که نگاه خوب شد. بالت هم خون روشه. آقا این دیگه آقا من که تقصیر ببین من که میخورم. تقصیر مرغ فروشه من دیگه. برام مهم نیست میخورم. امتیاز نمیدم فقط اگه من واقعا خوشمزه باشه من امتیاز میدم. واقعا میگم. آقا بخور ببینیم چیه. اینا رو من نمیتونم بخورم. چی همه که برو داشت برو. علیرضا همش بر خودت. توردیو داری میکروفونو بگی اوف. چون حیف که من رژیمم. حاجی بالا نپخته باور کن. حاجی سس مرغ اینا. آقا سس بزن بشوره ببره. حاجی یعنی چی بشوره ببره؟ خیلی خوشمزه است چون اصلا بوی بد نمیده. ببین اون شیر و سیره که زدم اول کار بوی بدشو گرفت. آقا سجاد حتما نشون بریز. نوشا میریزم ولی یه نمره به نمره کل اضافه میشه. نریزی اصلا امتیاز کم میکنم. خوبه؟ چرا؟ انگار جاش نپخته. نپخته. داش خب تایم نبوده دیگه. آقا من تایم بندیم درسته. ببین وحید که تا تاش استخونش هم داره میخوره دیگه. آره وحید خوشش اومده مثل این. من اولی خوردم خیلی خوب بود. وای حاجی این خوب پخته. این چیه حاجی سینه؟ موها رو نگاه این چیه؟ مو تو غذاه. ببین تا تاش رفتید دیگه بابا. این خوب بود. ظاهرش تو کاری نمره نه. بدیم فدا چه؟ نوشابهش خوب بود. این چیه؟ سسش عالیه. دوستان نمره. نه اول اونو میخوریم بعد. منم از اونو برمی‌دارم. نگاه کن توش سفیده. نگاه کن. مرغ چه رنگی باید بشه؟ مرغی که من پختم نگاه توش باید طلایی باید این باشه. خیلی منسجمه. سوخالیش اصلا باز نمیشه. توش هم کامل پخته. خب ببین برای من یه آپشنی داره. شما اگه سوخاری بخوای اونو وا می‌کنی ازش مرغ حاجی که بیرون خرید چه خوشمزه بود. خدایی سجاد اصلا ده هیچ میزنه مال تو رو. درست. چه آره قطعا داشت. آقا بریم برای اینکه نظرمون رو بدیم به عنوان هیئت جوری. به نظرتون چند میگیره حاجی؟ شما مرغ میتونم بگم 70% پخته بود. 30% نپخته بود. ولدان بودش دیگه. ولدان بود. ما مرغ سوخاری ولدان استاد آمریکا. بوی خوبی نداشت. فکر میکنم به خاطر این بود که مثلا چند زیاد تا نداشتم خب بخواد اون مرینیت قبول دارم، بوی خوبی نداشت. آقا من تایم بندیم درسته. داشت تایمی اون حداقل یه ساعت باید باشه تو مواد. خب ببین مثلا تو نه، میتونی داداش. چیزایی بوشو بگی. بابا تو آموزشی که زده بودم نوشته بود. مثلا با زرچوب مثلا بوشو بگی. زرچوبه زدم. کم بوده حتما دیگه. سیر مثلا- بیشتر. مثلا میگم میتونست آیتم تخم مرغ رو حذف کنه به راحتی. بوی یکی از چیزایی که بو داره تخم مرغ. زخم و وادی زوی. شاید تخم مرغ سیر شاید. بیشتر میزدیم. آره شاید. ولی در
حالا مثبت ها. اولا که تو تایم تمام کردیم، مثلا یه 30 ثانیه اینا هم اضافه داشت. زود تموم کردم. آره. تا 90% تمیز تحویل داشت. در میاد این مسابقه آشپزی افتادم. دیگه چی؟ اذیتش هم کردیم ولی خب تونست دیگه. سوالا هم خیلی خوب جواب داد. خیلی اذیتش کردیم. چه حرف دیگه اگه دارید بگید، اگه نه سفاریش انسجام نداشت. آفرین نچسبیده بود به مرغش. خب داشت من آفشارمو گفتم دیگه. شما با سوخاری بخوای با اون میخوری، آجا این زره هستنش در اومد. بدون اون بخوای میکنی راحت. باشی من نخوام اصلا مرغ سفاری سفارش نمیدم. 3 2 2 1 5 6 6 تا 17. خوبه. دست شما دارم. 17 خوبه. دست شما دارم. خدایی حالا اگه خودت باشی بیا یه ذره بخور. بیا. نه باید بخوام، ولی کاملا میدونی چه خبره؟ میدونم چه خبره. خودت چند میدادی؟ من همون 6 و 7 میدادم نسبت به تایم. خب و اسمش چیه، موادی که داشتم خدایی سعیمو کردم دیگه. من اومدم ببین اگه انسجام داشت من 7 میدادم. نه من انسجام برام مهم نبود. نه من طعمش سریع در چرا آوردم. انسجام نداشت؟ بعد مرغت هم نپخته بود. اینم 2 نمره. من اصلا نه خیلی برام مهم بود. نمره رو خدایی ظالمانه دادید. چند میدادی؟ من همون 6 و 7 میدادم. خب آقا این از پارت 1 آشپزی ملل مونده 3 تا پارت دیگه، یعنی ما 3 نفر و 8 تا کشور دیگه. ببینیم چی میفته دیگه. لایک کامنت ساب یادتون نره. حالا پینایی بمونید.